چه خوش گفت مرد زدان سرشت که بخشنده را هر چی خواهی بنوشت. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در شهر کابل هستیم و در سلسله کمک‌های رمضانی خود برای 150 خانواده مستحق ترین انشاءالله توزیع مواد خوراکی داریم. ناگفته نمانه که این 150 خانواده کسانی بودند که قبلا توسط تیم سروی ای بنیاد اینا سروی شدن و خداوند متعال توفیقات بیشتر نصیب بکنه که ما هر روز در نقاط مختلف کشور، در مرکز و ولایات برنامه های بزرگ افطاری و توزیع مواد غذایی و رمضانی خواهیم داشت. انشالله بیاری و کمک خداوند متعال برنامه وسیع‌تری از این برنامه ها نیز داریم. ناگفته نمانه کسانی که در این امر خیر ما را یاری کردند، خداوند متعال در حق خوبی بگرداند و صدقات و زکاتشان به درگاه خود قبول کند. کسانی که در این امر بزرگ و در این برنامه بزرگ ما را یاری و کمک رسانی کردند تا برای این مستحقین ما مواد خوراکی خریداری بکنیم، جا داره که در مقابل کار بزرگی که اینا انجام دادن، کاری که انشالله باقی خواهد ماند، ممکن است که در دنیا گذران باشه اما این در حقیقت ذخیره است برای آخرتشان. برادران بزرگوار و خواهران گرامی ما که در این امر خیر همراه با ما یار بودن و ما را یاری کردن، خانم فرحت صافه نظر از دنمارک مبلغ 98860 افغانی روان کردند. خانم محترمه بهشته از امریکا مبلغ 36700 افغانی روان کردند. خانم خدیجه رشید از بلژیم مبلغ 36176 افغانی ارسال کردند. خانم کریمه پوپلزی از جرمنی مبلغ 3360 افغانی ارسال کردند. خداوند شوهر بزرگوار ایشان را مغفرت بگرداند. خانم شیلا اکبر از جرمنی مبلغ 26337 افغانی روان کردند. جناب حاجی صاحب و بیبی حاجی که نخواستن اسمی از اونا ببریم از جرمنی مبلغ 28050 افغانی ارسال کردند. خانم نوریه از امریکا مبلغ 14558 افغانی ارسال کردند که البته پول زکاتشان بوده، خداوند زکاتشان قبول بکنه. خانم زهره سحاک از امریکا مبلغ 14000 افغانی ارسال کردند. خانم زبیحی از جرمنی مبلغ 10950 افغانی ارسال کردند. خانم کامله فضل از جرمنی مبلغ 7333 افغانی ارسال کردند. زهره جان و زحل جان مبلغ 7333 افغانی ارسال کردند. آرزو امیری از جرمنی مبلغ 3300 افغانی ارسال کردند. خداوند متعال خیرات و صدقات و زکات ای همشیرای ما را به درگاه خود قبول بگرداند. همچنان از برادران ما نیز ما را تنها نگذاشتند و اونا هم کمک کردند. برادر بزرگوار و خیرنده شما برادر ترک ما جهان عاشق از ترکیه مبلغ 14566 افغانی ارسال کردند که معادل $200 آمریکایی میشه. برادر ترک دیگه ما به نام آیتیکین اوز از ترکیه مبلغ 7283 افغانی معادل $100 آمریکایی روان کرده. آقای سید محب الله پاچا از کانادا اینا مبلغ 1,89,150 افغانی ارسال کردند. مبلغ بزرگی است و حداقل با این پول بالاتر از 30 الی 40 خانواده انشاءالله از این مواد غذایی مستفید شدن. خداوند متعال به درگاه خود قبول بکنه. برادر ما رفیع الله رحمانی از امریکا مبلغ 36850 افغانی ارسال کردند. آقای محمد عظیم قریشی از جرمنی مبلغ 10500 افغانی ارسال کردند. برادر بزرگوار ما ویس فضل از جرمنی مبلغ 7333 افغانی ارسال کردند. هاشم از جرمنی مبلغ 7300 افغانی ارسال کردند. خداوند متعال قبول بکنه. برادر ما احمد شاه حامد از جرمنی مبلغ 5000 افغانی ارسال کردند که مجموعاً پولی که ما به خاطر تهیه مواد غذایی برای 150 فامیل به مصرف رساندیم 5,91,940 افغانی است و ناگفته نمانه مواد غذایی که در این برنامه شامل است، شامل آرد است، 2 بوری برنج است، بر علاوه از او روغن است و مواد خوراکی برای سحری است، خرما، شیر و همچنان مربا هست. ناگفته نمانه که ما خواستیم که امروز برای شام افطاری اینا دسترخوانشان خالی نباشه، حداقل یک شوربای مزه‌دار پخته بکنن. ما 12 رأس گوسفند نیز خریداری کردیم، ذبح کردیم و برای تمام از اینا توزیع کردیم
و البته برادران عزیزی که در قسمت بخش مالی خریداری گوسفندا ما را کمک کردن، برادر تاجیک ما از جرمنی مبلغ 70066 افغانی ارسال کردن. البته نیتش بیشتر خیر بوده و خواسته که یکی از سنت‌های مؤکد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که عقیقه کردن برای اطفال نوزاد است اینا بجای بکنن و خواستن که 6 راس گوسفند بخریم و 2 راس به خاطر پسرشون عبدالله سید شاه، 2 راس دیگه به خاطر احمد جان سید شاه، 1 راس به فریده جان سید شاه و 1 راس دیگه به مریم بانو سید شاه عقیقه بکنیم. خداوند متعال عقیقه از اینا را به درگاه خود قبول بکنه. و برادر دیگه ما که نخواستن اسمی ازشان برده شود اما مخفف اسمشان روان کردن، HS از فرانسه، اینا مبلغ 67920 افغانی ارسال کردن که ما با این پول 5 راس گوسفند خریداری کردیم. و در اخیر برادر ما بسم الله خان از جرمنی مبلغ 10,000 افغانی ارسال کردن که ما با این پول هم 1 راس گوسفند دیگه خریداری کردیم. مجموعاً پولی که ما به خاطر خرید 12 راس گوسفند به مصرف رسانیدیم 1,47,986 افغانی است. دروازه های بهشت باز است برای روزداران، برای کسایی که صدقه می کنند، در راه خداوند متعال انفاق می کنند. خداوند متعال طاعات، عبادات، صدقات و زکات تمام هموطنان عزیز ما را که در این امر خیر شرکت کردن به درگاه خود قبول بکنند. پیام اخیریم من حیث کسی که ما همواره در صدد کمک به مستحق ترین افراد هستیم، برای برادران ما که در خارج و داخل از این کشور قرار دارند، این است که این برنامه هایی که در حقیقت باعث گسترش محبت، همدلی و مهربانی در بین افراد میشه، ما باعث ازی شویم که این برنامه ها تنها مختص بر ماه مبارک رمضان نبوده باشد و ما در حقیقت میخواهیم که این برنامه های خود وسعت ببخشیم و در هر زمانی در هر مکانی بر مستحقین کمک بکنیم. بنیاد خیریه امید حیات پل ارتباطی است میان شما و مستحقین. ما در سر تا سر افغانستان سفر میکنیم. در طول ماه مبارک رمضان در دورترین نقاط افغانستان میریم. بزرگترین برنامه های افطاری و همچنان برنامه های توزیع مواد رمضانی و سحری انشالله میگیریم برای هموطنان عزیز ما. بنیاد خیریه امید حیات امید زندگی است. تشکر. سلام علیکم. کاکا جان خوب است؟ جان جان حال احوالت خوب است؟ صحتمند است ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ چطور هستی همراه روزه؟ شکر چیزی که رضای خدا، شکر چیزی که خدا میرسونه باشه. بیشک خوش میگذره. خوش است. ان شاء الله که تکلیف خونه داری میتونی گرفته؟ میتونیم ان شاء الله. بیا خداوند توانایی بیشتر نصیب کنه. مردم ملت ما و شما خوبی کنه. خدا جان خوب کنه. الهی آمین. کدیم یک پرده گذار. گرفتی بخیر موادت؟ بله. خوب بسیار خوب. ان شاء الله یک چند روزه که روزه را رمضان تا میشه که بخیر میشه. خدا مهربان است. بیا خدا رو شکر. دعا میکنیم بخشان خداوند آخر. الهی آمین. دنیا آخرت بخیر باشی. سلامت باشی. ان شاء الله بخیر استفاده بکنی. در دعای افطاری بندای گناهکار فقیر فراموش نکن. آیت قرآن اگه خوانیم، در رکعت نماز خوانیم، باشان دعا میکنیم. بیشک. خداوند کدیشان خوبی کنه. عزت باشه. الهی آمین. همون مردم اگه نباشه مردم افغانستان در بدر میشه. الهی آمین. خداوند اونا را هم اجر نصیب کنه. بخیر باش. خداوند هدایتشان دیگه. سلامت باشی ان شاء الله. خوش آرام باش کاکا جان. بخیر مواد که تا استفاده کنی. خدا کیتان خیر ببینی. الله نگهدار. الله نگهدار. سلام علیکم. چال داری برادر؟ بفرما. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ حال احوال خوب است؟ صحتمند؟ جانتان جور صحتمند هستی؟ خیریتی است؟ گرفتی مواد که بخیر؟ گرفتیم. خداوند خیر بده. سلامت باشی. همه شما را فرش و ظرف تمام چیز ما رو از طرف بخیر باشیم. مؤسسه خیریه شما گرفته شده. سلامت دیگه ما همیشه دعاگوی شما هستیم. شما همیشه دست مسکینا و بیچاره ها را خوشحال ساختیم. خداوند بخیر باشید. ما در خدمتتون هستیم. هموطنان ما در خدمت شما هستند. شما را فراموش نکردن. الهی آمین. بخیر باشی. سلامت باشی. خداوند طاعت عبادتتان قبول بکنه. بخیر سلامت باشی. ان شاء الله بخیر استفاده بکنید. تشکر میکنم. سلامت باشی. الهی آمین. شما بخیر باشید. سلامت باشین. تشکر.